هر چه زیاده کمک کړی خیر دوستی د خلکو سره دا خلک ډېر ضعیفه دي خیر سلامت دي. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه توزیع نان پخته شده در شفاخانه صحت طفل کابل. این برنامه تقریبا از 2.5 ماه به این سو جریان داره. در شهر کابل در شفاخانه صحت طفل حدود 100 بسته غذایی روزانه توزیع می شد که یک روز پیش از عرفه این برنامه استارت شده بود و امروز 19 سرطان سال 1402 پس از سر آغاز شد. ان شاء الله رحمان این برنامه دوام خواهد داشت. احساس ضامن شفافیت است. ان شاء الله رحمان کمک های شما را ما بر 3 وقت به هموطنان عزیز می رسانیم.